خب از اونجایی که گفته بودین آموزش اسنپ بذار منم صبرم کم بود و سریع ویدیوشو میگیرم برات. بزن بریم. خب وارد لودات بشین. توی لودات اونجایی که بعد ایم اسکوپتون و اسنایپتون رو عوض بکنین بغلش یه دونه چرخ دنده است، روش بزنین. اون یه عدد داره 50 تا 200. از 200 بیارید روی 50 روی کمترین حالت بزنین، برای بعضیا کمتر. خب برای دومین راهی که بتونید بهتر کنید اسنایپ زدنتون رو باید بهترین اتچمنت رو داشته باشین. من اتچمنتایی که خودم استفاده میکنم و گذاشتم اینجا، همه رو کپی کنید، عین همین رو وارد کنید توی لوداتتون. وارد هادتون بشین. یه چرخ دنده هست برای تنظیمات خود کالافه، اونو تو کوچیک‌ترین حالت خودش بذارین وسط صفحه. این بهتون کمک میکنه که موقعی که انمیو میبینید یه دید بهتری داشته باشین، یعنی یه نقطه‌ای روش خوف بشه. ساب کن پشیمون نمیشی.